الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. وتفسير يعني تفسير كلمة شهادت یا كلمة توحيد، همان است که وی را قول الله سبحانه و تعالی ایضاح می‌دهد، شرح می‌دهد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. باید آورد چون ابراهیم برای پدرش و قومش گفت، در جمله هر جا که قال بیاد بعد او این بیاید اگر به کسری همزش میخوانیم، اینش میخوانیم، یا که در اولی جمله بیاد بازم اینش میخوانیم، در ابتدای جمله بیاد. بعدی دیگه فعل ها چیم؟ انش میخوانید. ان اعلم رحمك الله انه یجب. ایننی دو وجه خواندن میشد، اینی، ایننی. باید آورد چون ابراهیم برای پدرش و برای قومش گفت. چی گفت؟ ایننی براء، هر آینه من بیزارم، مما تعبدون، از آن چی که شما عبادت میکنید. الا الذی، استثناء کسر است، الا الذی فطرنی فانه سیهدین، مگر همون ذاتی که مرا آفرید. یعنی من از اون ذات بیزار نیستم. فانه سیهدین، بس به درستی همون ذاتی که مرا آفرید او خود مرا هدایت خواهد کرد. یعنی اون معنا ندارد که باید در ضلالت است. اهل هدایت را با هدایت دادن این چی زیاده میگوید. یعنی والذین اهتدوا زدناهم هدى، ما هدایت یافتگی ها رو با هدایتشون چیکار میکنیم؟ زیاد میکنیم. میگوید وجعلها كلمة باقية في عقبه، ان همین سخن را قرار داد همچون یک سخنی باقی بر دوام در عقب خود، یعنی در ذریت خود. چرا؟ لعلهم یرجعون، شاید که ایشان برگردند از بدعت به سنت، از شرک به توحید. وقال الشارح الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: خير ما يفسر القرآن، بهترین اون چیزی که قرآن را تفسیر میدهد با خودی همون قرآن است. یعنی هر جای قرآن که تفسیرش نفهمید، بهترین تفسیر برای همون جای نفهمای شما با همون آیت های هستی که تفسیر میکند. فلا اله الا الله فسرها الله في القرآن، بس لا اله الا الله را الله سبحانه و تعالی ویرام در قرآن تفسیر کرد. وذلك في قول الخليل عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه، این در قول خلیل یعنی ابراهیم علیه الصلاة والسلام است، در آن آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی درباره او چنین ذکر کرد، گفت اننی براء، هر آینه من بیزارم. هذا النفی، این نفی شده است، لا اله شده است. الا الذي فطرني، مگر همون ذاتی که مرا آفرید، یعنی الا الله شده است. هذا الاثبات، این اثبات. فهذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما، یعنی از جهت پررگی انمی تفسیر لا اله الا الله است.
وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل بومي از قول الله سبحانه وتعالى شيخ الله سبحانه وتعالى فرمود بگو ای اهل کتاب بیاد به اطراف اون کلمه‌ای که میان ما و میان شما اون کلمه یکسان است. یعنی اون کلمه یک کلمه هست که طوری که شما را پیغمبرانتون به او دعوت کردن، تفسیر کردن، فهموندن، برای ما هم همه خیر است. مراد از اون کلمه چیست؟ یکسان است بین من شما. نباید که ما جز الله کسی دیگر را عبادت کنیم و ولا نشرک به شیئا و نباید که ما به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار دهیم. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نباید که ما بعضی دیگرمان را بجز الله پروردگاران بگیریم. این برای همه ما یک کس گذاشته است. فإن تولوا اگر در این نصیحت رو گردان شوند فقولوا بس شما بگویید فاشهدوا شما شاهد شوید بأننا مسلمون ما نباشد مسلمان بودیم شما مسلمان نبودید. فهمیدید؟ یعنی دعوا اگر شما بگید که ما هم مسلمان هستیم یعنی شما مسلمانتون دروغ بوده است، چون که شما روگردان شده از کلمه توحید. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصارى. انمی آیت از سوره آل عمران بوده در حق نمایندگان نجران که و یا نصرانی بودند، در حق اونها نازل شد. الذين قدموا على النبي صلی الله علیه و آله، کسانی که به نزد پیغمبر علیه السلام اومدن نصرانی بودند اونها. و ناظروه و سألوه به او بحث و مناظره کردن و سؤال کردن رسول صلی الله علیه و سلم را و حصل بینه و بینه صلی الله علیه و آله و سلم کلام طویل بین اینها و بین جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن طول کشید، گپ دراز کرد. و هم نصارا من نصارى العرب و یا نصرانی های عرب بودن. امروز که نصرانی بی سواده هم خیلی بود. وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهله. در آخر صحبت جناب پیامبر صلی الله علیه و از ایشان طلب کرد چرا؟ مباهله. دیدن که بایا سرخم نکرده ایستادن که بیاد نباشن مباهله میکنه. مباهله چیست؟ مباهله گفتن که شما میگید که ما راستگو هستیم، ما گفتیم ما راستگو هستیم، ما حق هستیم، شما میگید که ما حق هستیم. بیاد نباشه دعا میکنیم که کسی ناحق باشه الله لعنتش به هوای فرستونه. هم تو میستی دعا مباهله اساسا به تمام وجودت، به تمام همین، یعنی که همه چیز از خاطر میبری پر متوجه به الله میشوی، دعا میکنی لعنت به کسی که دروغگو باشه. از توی دل دعا میکنی دعایی که ما قبول میشه. کسی دروغگو باشه دیگه الله تعالی در همون جاش به یکسانش میکنه. اینو مباهله میگن. اونجا که الله سبحانه و تعالی فرمود فقل تعالوا، در آخر الله سبحانه و تعالی به جناب پیامبر علیه السلام تعلیم داد بگو برایشون بیاد ندعو ابناءنا، فرزندان ما را دعوت میکنیم، و ابناءکم شما هم فرزنداتون را دعوت میکنید. اینجا ابنا اصلا پسر باشدم که در تحت این دخترم داخل میشه، چون که یه وقتی این آیت نازل شد جناب پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت فاطمه را گرفتن خطشون، امام حسن یا حسین یک چه در بغلشون یک چه در دستشون گرفته رفتن و فاطمه دخترشون از پسشون آمده ایستاده بود و از پس فاطمه علی آمده ایستاده. اهل بیت. و نساءنا و نساءکم شما ما زنها ما رو دعوت میکنیم، میارین در این مباهله اشتراک میکنیم که این مصیبت دستور به میزنه. شما هم زنهاتون رو دعوت کنید و انفسنا و انفسکم و شما هم حضور داشتنتون در کار است. خیلی که مثال گیریم دروغگو باشن و سر
و شما هم حاضر شوید. ثم نبتهل بم ابتهال سر میکنیم، مباهله رو سر میکنیم، دعا مناجات سر میکنیم. فنجعل بس در درون دعا قرار میدیم لعنت الله را علی الکاذبین، بالای دروغگویان. فلما طلب منهم المباهله خافوا، وقتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان مباهله را طلب کرد ایشان ترسیدند. ولم یباهلوه علیه الصلاة و السلام، با جناب پیامبر علیه الصلاة و السلام مباهله نکردند. و دفعوا له الجزیه، با او جزیه دادند. لانهم يعلمون انهم على باطل، چرا این قرار دادن؟ باطل بودن خودشون میدانستن و انه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله بودن میدانستن و میدونستن که اگر مبادا مباهله کنیم جناب پیامبر صلی الله علیه و آله برفتن. اینا ها گفتن وقتی که رفتن الان دعا سر شدگی گفتن که نه، اگر این پیغمبری واقعی باشد ما همه خراب میشیم. بیاد حالم سری وقتی گفتن یعنی که همون یعنی اسلام بشه که قبول نکنه، دعوتش قبول نکنه، مثلا جزیه قبول کنه. نبتهل ای ندعو باللعنه، دعای لعنت میکنیم علی الکاذب منا، علیه کسی که از ما دروغگو باشد. و كانوا يعلمون انهم هم الكاذبون، ایشان میدونستن دروغگو بدنشون را. ولو باهلوه لنزلت عليهم النار واحرقتهم في مكانهم، اگر مبادا با اون مباهله میکردن البته بالایشان آتش فرود می آمد و ایشان را در جایشان میسوزوند. فقالوا له، گفتن نه، لكن ندفع الجزیه، ولی جزیه خواهیم داد. ولا نباهلكم، به شما مباهله نمیکنیم. فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم الجزية، جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشون جزیه را قبول کرد. لقد تبين لهم ان الله امره بما في هذه الآية، و تحقیق برایشان بیان گردید، انیق شد که الله وی را امر کرده است در این آیه. نگاه کنید و یا دانستن که همین پیغمبر و یا میدونستن که اگر ما اسلام قبول نکنیم گرده ما پر است که با پیش از این که با ما جنگ کنه با یک وظیفه دیگه هست، یک شرط دیگه است که جزیه. و میدونستن که جزیه در همین امت است. و هذه الآية فيها معنى لا اله الا الله، در این آیه اگر نظر کنید معنای لا اله الا الله است. قوله الا نعبد، هذا النفي، بازم نفی شد در این. و قوله الا الله، هذا الاثبات است. و هذا هو العدل الذي قامت له السماوات والارض، این همان عدالت است که به طفیل این عدالت آسمان ها و زمین برقرار است. با پا ایستادن آسمان ها و زمین به سبب یک اله بودن است، دیگه معبودی بر حق نبودن است غیر از الله سبحانه و تعالی. اگر می بود در وجود دیگر معبودان، البته لعلى بعضهم على بعض، این معبود به اون معبود هجوم میکرد ویران میشدن. دیگه آیت میگه که آسمان و زمین یعنی ویران میشدن. فسدت السماوات والارض، فالسماوات والارض قامت على التوحید والعدل، و بس آسمان ها و زمین در اساس توحید و عدالت قائمند. لا نشرك في عبادته شيئا، بنابراین ما در عبادت او یگان چیز و یگان کس را شریک قرار نخواهیم داد. لا المسيح الذي تزعمون انه رب وتعبدونه من دون الله، نه همان مسیح را که شما گمان میکنید میپندارید که او رب است و وی را عبادت میکنید غیر از الله، که بجز از الله، بجز الله. ولا غیر المسیح ولا محمدا عليه الصلاة والسلام ولا محمدا رسول الف والف. انا ما بخشيت ولا محمد بس جمع غير النبي، ولا غير المسيح ولا محمد عليه الصلاة والسلام. وانا خو يعني خم مسيح باشد خو غير مسيح باشد خم محمد باش خير، ولا احد من الانبياء، ولا يكون كسي از پیامبران را، ولا من الصالحين، ولا كسي از صالحان را، ولا من الاولياء، لا يكون اولياء را. لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، همین است. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و نباید که بعضی ما بعضی دیگر را اربابان پروردگاران به غیر از الله بگیرند. کما اتخذتم الاحبار والرهبان، طوری که شما ارباب گرفتید غیر از الله سبحانه و تعالی
نصرانی ها یا یهودی ها علمای خود را و نصرانی ها یعنی که عابدان خویش را اربابا من دون الله تعالی غیر از الله گرفتند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهودی ها دانشمندان خودشون و نصرانی ها عابدان خویش را اربابا گرفتن، پروردگاران گرفتن من دون الله غیر از الله. و المسیح ابن مریم و مسیح پسر مریم را و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، و حالا که به همه ایشان امر شده بود که ایشان باید که یک تا معبود بر حق را عبادت بکنند. و اتخاذ الاحبار والرهبان من دون الله بینه رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم فی انه طاعتهم في تحليل ما حرم الله و تحریم ما احل الله. و دانشمندان و عابدان را غیر از الله یعنی در عبادت قرار دادن وی را جناب پیامبر صلی الله علیه و بیان کردن در چی وی را عبادت گرفتن غیر از الله میشد. فی انه یعنی وی را طاعت کردن در حلال گفتنی حرام کرده الله یا که در حرام گردانیدنی حلال کرده الله. یعنی الله حرام گفته اما ممکنه عالمای ما چی گفتن ولای ما گفتن که چه اجازه ده. هذا معنى اتخاذهم اربابا من دون الله، این همون معنا است، معنای یعنی که بیار پروردگاران بجز الله گرفتن است. اذا كانوا يحللون ما حرم الله، وقتی که حلال میگفته باشند آنچه را که الله حرام گردانیده باشد، و یحرمون ما حل الله، و حرام میگردانده باشند آنچه را که الله حلال کرده باشد. فاذا اطاعوهم في ذلك، وقتی که ایشان ویها را یعنی اون دانشمنداشون در این کار در این مسئله اطاعت بکنند، فقط اتخذوهم اربابا، واقعا ویها را ارباب گرفتند. لأن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرمه والله سبحانه وتعالى، زیر اون ذاتی که برای مردم شریعت را جاری میکند، شریعت میارد، حلال میگوید و حرام میگرداند یک چیز، او الله سبحانه و تعالی نه غیره. فإن تولوا ولم يقبلوا دعوة التوحید، اگر ایشان رو بگردانند و دعوت توحید را قبول نکنند، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ای اشهدوهم على انکم موحدون، و یا شاهد گیرید که شما موحد هستید و انهم کفار و یا کافرند. بینوا لهم بطلان ما هم علیه، خب نشینید باطل بودنی و یا را بیان کنید ما هم علیه در آن دین و آیین و رویه که ایشان در همان هستند. ففي هذه الآية البراءة من دين المشركين والمصارحة بذلك، در این آیت دلیل شده ایستاده است. این آیت میگه دلیل است، میگه بیزار جستن یا که بیزار شدن از دین مشرکان و دلیل شده است که المصارحة بذلك، این صراحتاً باید آشکارا کنه، نه این خیلی که مثلا گویی که قلم همون کلیسا تو رفتن گیره شما هم انشاءالله یک حق هست قلم تا به دینی گشتن نه، بدینی به این دین بودن ندی اخیره صراحتا. اشهدوا بأننا مسلمون، گوید شاهد شد که ما مسلمانیم. ففي هذا وجوب اعلان بطلان ما عليه المشركون، در این دلیل است واجب بودن اعلان کردن دروغ و دروغین بودن آنچه را که مشرکان در همون دین و آیین هستند، و عدم السکوت عن ذلك، نباید که خب کرده شد در این موضوع، و اعلان عن بطلان الشرك و رد على اهله، و اعلان کردن است از چه از باطل بودنی چه شرک و رد کردن به اهل شرک، یعنی به مشرکان. وهنا قلت اسكين انظر حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه الترمذي وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أوقاف إنهم لم يكونوا يعبدونهم ويا عبادتشون نمیکردن، ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه، وقتی که برایشون یک چیز حلال میگفتن حلالش میدونستن، و اذا حرموا عليهم شيئا، یک چیز با اونها حرام میگفتن حرموه، حرامش میگفتن، پروا نداشتن که الله چی گفته. این حدیث یعنی که حسن است در نزد شیخ البانی، بعضی علما ضعیفش هم گفتن، ولی شیخ البانی حدیث چی گفتن حدیث حسن گفتن برای خاطر دیگه طریقاش و متنش با آیه طور آمده نشه. والخلاصه ان لا اله الا الله لها ركنان هما النفي والاثبات،
خلاصه لا اله الا الله دارای دو تا رکن بوده است، رکن اساسی داره، هما النفی و الاثبات، یکی نفی است و دیگر اثبات. فاذا قیل لك، چون برای تو بگویم، چی گویم؟ ما هي ارکان لا اله الا الله فتقول النفی و الاثبات، رکنای لا اله الا الله از چی عبارت می باشند؟ تو در جواب بگو که نفی و اثبات، انکار و اثبات. و شروطها سبعه لا تنفع الا بهذه الشروط نظمها بعضهم بقوله. شرطهای لا اله الا الله عبارت از 7 می باشند که این لا اله الا الله بدون این شرط ها یعنی که فایده نمی بخشد، باید که این شرط هاش هم دونی و بینا عمل بکنی. و این شرط ها را بعضی علما بعضی صاحبای نظم در نظم در آورده به قول خود گفت که علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد و القبول لها. یکی علم است و دیگر یقین است. زدی مثال گریم علم دیدن جهل، یقین یعنی که زده شک، اخلاص زدهش مثلا شرک، و صدق که باید که تو صادق باشی در معنای این، با همراهی محبت، با محبت داشته باشی، انقیاد سرخم باشی، سرپیچی نکنی، قبول کنی، ترکش نکنی. فالعلم ضده الجهل، علم ضدش جهل میشه، نادانی. فالذي يقول لا اله الا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا اله الا الله. اون کسی به زبانش ورد زبان میکند اینا معنی یعنی که همین کلمه را ولی معناش نمیداند، این کسی لا اله الا الله سود نمیباشد. والیقین فلا يكون معه شک، یعنی با همراهش باید که شک نباشد. لان بعض الناس قد يعلم معناه، زیرا بعضی مردم معنای کلمه توحید میدونن ولكن عنده شک فی ذلك، ولی شک ورز دارن، فليس علمه بصحيح، مادامی که او شک دار باشد که علم او درست نبوده است. لا بد ان يكون عنده يقين بلا اله الا الله وانها حق، باید که وی یقین داشتنش در کار نسبت لا اله الا الله حق بودنش. والاخلاص ضده الشرك، ضد اخلاص شرك است. بعض الناس يقول لا اله الا الله ولكنه لا يترك الشرك، بعضی مردم لا اله الا الله را میگوید ولی شرکارش ترک نمیکنه، شرکار ترک نمیکنه، ترک شرک نمیکنه. مثل ما هو الواقع الان عند عباد القبور، چخلی که این واقعا است امروز میگه در نزد قبر پرستان. هؤلاء لا تنفعهم لا اله الا الله، چون این کسای قبر پرست و مزار پرستا رو میگه لا اله الا الله سود نمیبخشه. لان من شروطها ترک الشرك، زیرا بعضی از شرطهای لا اله الا الله پرتافتن شرک است. وقتی که تو این کلمه رو گفتی باید که شرک هم ترک بکنی. و صدق ضده الكذب، تو صادق باید باشی، ضد این کاذب یعنی که دروغ است. لان المنافقین یقولون لا اله الا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم. نیوای خطا میشه اونجا باید ویرگول نباشه، اما ویرگول دیگه آدم خیلی گرنگ میده. لكنهم كاذبون و کاذب دروغگو هستند. اکنون ویرگول میبرن. في قلوبهم لا يعتقدون معناها، در قلوبشان معنای وی را اعتقاد ندارن. اعتقاد از کلمه عقل گرفته، بستن. نه در نوک زبانشون، در قلبشون نیست، خطا کردگی است، قرار نداره در قلبشون. اذا جاءك المنافقون، الله تعالی فرمود اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، میگن که ما شاهد هستیم رسول الله بدون تو را. والله يعلم انك لرسوله، حالا که الله میداند که تو رسولی او هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، الله شهادت میدهد که به درستی منافقات دروغگوان. اتخذوا ایمانهم جنتا، همین قسمای خودشون چی گرفتن؟ برای خودشون سپر گرفتن. والمحبه ان تكون محبا لهذه الكلمه، تو نسبت این کلمه دوستدار باید باشی. ولیا لاهلها، دوستدار اهل این کلمه باشی، دوستی صادق به قلب صمیمی. اما الذي لا يحبها ولا يحب الاهل فانها لا تنفع، اما اون کسی که این کلمه رو دوست نمی‌دارد، اهل این کلمه رو دوست نمی‌دارد، به درستی این کلمه با این کس، با چنین کس و با انواعی چنین کس یعنی که سود نمی‌بخشد. والانقياد ضد الاعراض والترك، انقیاد سرخم کردن، ضد این چی میشن؟ اعراض رو گردان و رو تافتن و ترک کردن میشه. و هو الانقیاد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شریک له. مراد از انقیاد چیست؟ یعنی تو باید که سرخم بکنی نسبت هر آن چیزی که به همان طرف تو رو دلالت میکند این که
این کلمه یعنی من بیان میکنه مثلا عبادتی الله یکو یگانه شریک ندارد، به همین طور دلالت میکنه تو سرخم و امتثال اوامره، به امرهای او را اطاعت کردن. ما دمت اعترفت و شهدت انه لا اله الا الله، مادامی که تو اعتراف کردی و شهادت دادی که نیست الهی بر حق مگر الله، یلزمک ان تنقاد باحکامه و دینه، تو را لازم می شود که سرخم بکنی نسبت احکام او سبحانه و تعالی، نسبت دین او سبحانه و تعالی. اما ان تقول لا اله الا الله ولا تنقاد لاحکام الله و شرعه فانها لا تنفعك لا اله الا الله. اما میگوید تو این کلمه را بگویی و نسبت احکام الله، نسبت شریعت و قانونهای الهی سرخم نباشی، تو ضد باشی، این کلمه به تو سود نمیبخشه. سبحان الله، چقدر آدم است که ضد قانونهای الهی، چقدر آدم است که شاد است به دموکراسی، چقدر آدم است که عالم آرزوی کمونیستی دارد، عالم یک کیلو شکرش میباید، عالم یک چیپتی مثلا آردش میبوده، این پروا ندارد. حول ولا قوة. القبول المنافی للرد، یعنی دیگر از شرطهای لا اله قبول است، باید تو قبول بکنی. معنای قبول این است که یعنی که رد نباید کنی، هر چی اومد باید که تو قبول بکنی. بأن لا ترد شيئا من حقوق لا اله الا الله رو پایمال نکنی، رد نکنی. و ما تدل علیه، هر چیزی که دلالت میکنه تو باید که قبول بکنی. بل تقبل كل ما تدل علیه لا اله الا الله، باید که تو برعکس تو باید که به هر چی که دلالت میکنه میفرماید تو لا اله الا الله قبول بکنی. تقبله تقبلا صحیحا، قبول صحیح، خیلی دروغی که نه ها خوب شده میگه سر میجونه دونسترات نمیجونه. وزید شرط ثامن، یعنی شرط هشتم را اضافه کردن. وزید ثامن و هل کفران بما مع الاله من الاشیاء قد الها، و اضافه کرده شد هشتم اون شرطای لا اله الا الله را. چی بوده است؟ مراد از هشتم شرطش یعنی که کافر شدن است به آن چیزی که با همراهی الله از دیگر چیزها و را همچون اله عبادت کرده می شود، یعنی از طاغوت ها. ای البراءة من الشرك، یعنی از شرک باید که بیزار باشی. فلا یکون موحدا حتی یتبرأ من الشرك، انسان یعنی که موحد نمی شود تا از شرک یعنی چی بیزار نباشه، که خیلی خوب میشه و اهلیه را میگو خوبتر میشه. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، چون ابراهیم گفت، یعنی شیخ برای خاطر همون من الشرک گفته اختصار کردن، در آیت همه خونم دیگه، اگر در دیگه آیت میگه انی بریء منکم و مما تعبدون، هم های در دیگه جا از شما هم بیزارم و اون چیزی که شما یعنی که عبادت میکنید، یعنی از شرک و اهل شرک شد. در دیگه آیت میخواد چون ابراهیم برای پدرش و برای قومش گفت که هر آینه من بیزارم از اون کاری که شما یعنی از چیزی که شما عبادت کردید. هذه شروط لا اله الا الله 8 شروط، انا همین است 8 تا شرط های لا اله الا الله. و دلیل شهادت ان محمد رسول الله قوله، و دلیل شهادت اکنون ما ارکانی وی گذارگو درباره شهادت به پیغمبر علیه الصلاه و السلام دلیلش میاد. قال الشيخ صاحب المتن قوله تعالى نمیشه که با فهمت که قول مؤلف نیست، قول الله سبحانه و تعالی. لقد جاءكم رسول من انفسكم، هر آینه تا کجا که لام بیاد دیگه قسم است، قسم محذوف است، قسم یاد میکنم الله تعالی میگه که واقعا به شما پیغمبر آمد. من انفسکم، از جنس شما هست، یعنی از ملک نیست، از جن نیست، برای خاطر یعنی به طبیعت شما به شما انس گیرد. آخه ما ملکش نکردیم، ملک میشه با میگفته که ندیسا دیمش. خب یک الیمنت الله تعالی آفریده است که یک چیز اول و ملکار نمیشه دیدن. خلاص ناز کش نیست. بله آخه ملک میشه نمیشه دیدن. خلاص الله میفرماید که اگر ما ملک کرده میفرستندیم با او تنش میکردیم، تنش کردیم با او لچش نمیموندیم، با لباسش میپوشوندن. میگه الله تعالی در قرآن میگه آدم وجه ولی عزیز علیه ما عنتم، اون چیزی که عنتم مشقت میکشه شما، اون چیزی که یضرکم شما را ضرر میآورد،
وای به خوش نمیشه، وای خرسند نیست هر چی برای شما وزمینی آید. عزیز علیه ای شدید و شاق علیه معنی مشقت بالای او، ما عنتم اون چیزی که عنتم ای مشقتکم معنی ای ما یضرکم اون چیزی که بالای شما ضرر آور است، هر چی بر ضرر شما است و پیغمبر و برای خاطر عذاب کشیدن شما چند مراتبه برای نماز صبح کردن به نزد الله برو مدفع برای خوشی خودش نه، خودش باشد قدماش ورم میکنه از عبادت. برای خاطر شما شده نماز تراویح یعنی که بردوام نخون که یکی فرض میشه نمیتونه گفت. چندین کاری بود که برای خاطر سبکی شما شده و نکرد. خیلی حول ولا قوة الا بالله. حريص عليكم حريص على هدايتكم والرفق بكم. حریص اصلا کسی چشم گرسنه و چشم تشنه رو میگن که هیچ چشمش آرام نیست، اما چشم گرسنگی این در چی بود؟ در هدایت شما. چشم او دائم یعنی که در جنبش و در حرکت بود که چطور کنم که همین شما هدایت یابید. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نسبتی مؤمن ها رؤوف شدید الرحمتی یرید لهم الخیر. رؤوف با یک معنی دیگه داره که برای مؤمن ها خیرخواه بود. رحیم دلسوز بود، مهربان بود. سبحان الله. ولی نه فقط به مؤمن ها، شما تصور نکنید دلش حتی برای کافرها میسوخت که اینا هم حساب بدبختا کافر میمونن. او غلام او کودک یهودی که بیمار بود در همسایگی پیغمبر علیه السلام زیارتش رفتن، گفت که لا اله الا الله. گفت وقتی که اون کودک با پدرش نگاه کرد و یهودی رو گفت که پدر جان چی میگویی؟ من چی گویم؟ میگه که محمد گفت ابو قاسم میگه مهمانی ما قبولش کن. گفت کلمه وقتی که گفت مسلمان رفت جناب پیامبر تبسم خرسند شدن. اینجا یک بار میاد چی بخورسم میشه چی یا ارمی تو زیاد شد. یهودی پروانه گفت چی جای خرسندی گفت لا اله الا الله. خیلی زنده میمونه که من غضبم میومد که یک صحابی تو زیاد شد، یک طرفدار یک موحدی تو زیاد شد. شیعه در اینجا مرد برفت مثلا. گفت نه، گفت خرسندی من در هدایت نیست. یهودی رو فرزندش. پیامبر اعظم دلسوز به نسبت حیوانات مراجعت میکردن. یک شتر اومد گفت که گریه کرد که رسول الله صاحبم گفت من کیه صاحب این؟ گفت صاحب این کیه؟ فلونه. گفت تو چیکار کردی؟ این گریسته به من نالیسه میگه که ای رسول الله گو این من بار از حد زیاد کرد. سبحان الله. حول ولا قوة الا بالله. خیلی که مزاحم ما خود ما باید خود قبل از همه ما هر چی نیکی که میشد از نیکی های پیغمبر علیه السلام ما میبینیم در حیات میگیم حرکت کنیم که همین در ما هست یا نه، پیش از اینکه بعد حتی پیش از اینکه در زن ما حی یا نه گفتن یا فرزند ما حی در دیگه که در شما اول باید که در خود ما حی یا نه. زیرا که ما اگر جستجو کنیم درباره کمبودی های خود ما رو اصلاح کردن وقت نمیبینیم کمبودی دیگر را. همین مشکل در آن است که ما از کمبودی خود ما بیخبر هستیم. بعد چی؟ بعد در کمبودی ها در ناموس یک در عورت یک کس حزم دخالت بکنیم، در ناموس یک کس میرسیم. الله نگهدار ما باشه. مفهوم. این است دلیل شهادتی که رسول الله با غیر از این بسیار است دلیل. قال الشارح حفظه الله تعالى الركن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين. رکن یکمی از ارکان اسلام این از دو چیز تشکیل می‌یابد که از این دو چیز از یکدیگر جدا نشونده است. الاول شهادت ان لا اله الا الله، یکم رکنش یکم چیزش یعنی یک شق اولش از دو شق جمعه میمرد. یک شق این رکن یعنی یک ستون است که از دو چیز تقسیم شده که اگر این یک تقسیم شد یک تقسیم شد بدون دیگرش نمیشه. یکش لا اله الا الله، دیگرش شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
فهما ركن واحد، هر دو یک رکنه. الشق الاول یعنی الاخلاص في العباده و الشق الثاني یعنی متابعه الرسول صلی الله علیه و سلم. دیدید این شق چی بود؟ یکی برای لا اله الا الله، این اخلاص باید تو در عبادتت اخلاص داشته باشی، شرکاور نباشی، لا اله الا الله گفتی که آخر. شق دوم تو چه خیلی پیروی از گیلانی میشوی، پیروی از یک کندهلوی میشوی، یا که پیروی از مثال یا حزب تحریر تقی الدین نبهانی رو پیروی چی میکنی تو؟ پیروی از این یعنی اهل ضلالت رو چی میکنی تو اینجا داخل؟ شق دوم این نوم اینا ذکر شدگی نیستن، یعنی پیروی از پیغمبر شد. هر استاد، هر شیخ، هر عالمی که گفته باشد یک از گفت بس برای چی شما یعنی پیروی از ابن تیمیه میشه، پیروی از محمد بن عبدالوهاب، پیروی از یعنی که شیخ که ابو حنیفه میگه. ما میگیم که آخه اینا سلسله های هستن که سلسله های این امام ها رفته رفته به پیغمبر میرسن. برای چی پیروی ما از امام اعظم امام ابو حنیفه میشیم؟ برای خاطر اون که یعنی که سلسله اینها رفته رفته به پیغمبر و به صحابه رفته میرسن. اینایی که ما گفتیم که پیروی از اینها نشه، یعنی این سلسله اینها در خودشون از خودشون اون طرف قطع میشن. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول إن إصلاح قوله تعالى نفسك اشتباه نشه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأدلة شهادة أن محمد رسول الله كثيرة. دليل هاي نسبة أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيارة من الكتاب والسنة، از کتاب، از سنت و المعجزات الباهره و معجزه های هویدا شاد و روشن الدالة على رسالته صلی الله علیه و سلم که همین اونها دلالت به پیامبری او صلی الله علیه و سلم میکنند که از همه بزرگترین این معجزه ها امروز که این مثال پوشیده نمیگه قرآن است. این قرآن است. بله، قرآن یک کتاب مقدس، این انجیل نیست، این تورات این یهود و نصرانی ها نیست که مثلا گیریم تمامی عالمای این یهود و نصرانی ها کتابش میخواند خطا کنند دیگه یک از که برای چی خیر خونده میگه این طبعی فرانس، این در فرانس طبع شده دیگه، این در بریتانیا شده دیگه، این در امریکا. اما کتاب مقدس من و شما یک کتاب است که در کدام کنج عالم که او طبع شود اگر یک عالمی علامه اگر خطا کنه یک کودک از جاش میخیزه میگه که این خیلی میشه گفت همون عالم خوب شده است، همین خیلی میشه گفته گپ مو کودکی که در مجلس اشتراک کرد قبولش میکنه. برای چی؟ برای خاطر اون که در تمام جهان که طبع شده باشد کتاب مقدس من شما یگان حرفش اجازه نیست الله تعالی نمیماند که دیگه شود. هم خیلی است. اما کتابای اینا میگه چی به خیلی اومد میگه که این خیلی شده که دفعه اونجا طبع شده دیگه، این راوش دیگه. نه، این قرآن من شما با طریق متواتر و مدرسه دیگه. نعم. ومن الكتاب هذه الآية يقول الله تعالى از کتاب گریم الله سبحانه و تعالی میفرماید که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله، این شهادت است از جانب الله لهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة وبيان الصفات. این دلیل است از جانب الله، این شهادت است از جانب الله نسبت این رسول صلی الله علیه و سلم. چه شهادت بر رسالت، پیغمبر است، رسول است. رسول کسی است که نامه دارد مخصوص در همراه او نامه هست که و تبلیغ میکنه او را. یعنی هر رسول یعنی که چی است؟ نبی است. نبی کیست؟ نبی او یعنی که تبلیغ میکنه. روایت صحیح اون است که فقط یعنی که قانون جدید ندارد، قانونی پیغمبری پیشینش تبلیغ میکنه و بیان صفاتهای او در این آیت است که مثال گریم چی گفت؟ عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قوله تعالی لقد جاءكم اللام هذه لام القسم، این لام قسم است. ففيها قسم مقدر، در اینجا قسمی تقدیری است. تقدیرش میشه؟ تقدیره والله لقد جاءكم رسول، قسم با الله و شما رسول آمد. قد حرف تحقیق و تأکید بعد التأکید، این حرف تأکید است، تحقیق است و حرف تأکید است بعد تأکید. لام خودش چه؟
تاکید است، با خودش تاکید کرده است. با از این پیش والله است، با یک تاکید است، تاکید بعدی تاکید. جاءکم ایها الناس، ای مردم، این خطاب به شما است. هذا خطاب لجميع الناس، بتمام مردم خطاب است. لأن رسالة الله صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين والثقلين الانس والجن. زیرا رسالت او صلی الله علیه و آله عام باشه به جمیع، یعنی دو طایفه، انسان ها باشن و جن ها باشن. رسول و من اوحی الیه بشرع و امر بتبلیغه. رسول کی را میگه؟ کسی که به او یک قانون را وحی کرده شده است و امر بتبلیغه و همون کس به تبلیغ اون قانون مأمور شده است. سمی رسولا لانه مرسل من قبل الله سبحانه و تعالی، و رب اون خاطر رسول الچه فرستاده شده، یعنی نام کرده شد، زیرا که او از جانب الله سبحانه و تعالی از طرف او فرستانیده شده است، از پیش خود نیست. من انفسکم ای من جنسکم من البشر، از جنس شما است، از بشر است. وليس ملکا من الملائک، ملک از فرشتگان نیست. و هذه سنت الله سبحانه و تعالی، این قرار الله است، این سنتی الله است، این راه و این اسلوب الله است. همین خیلی میکند الله ان يرسل الى البشر رسلا منهم من اجل البيان، که تفسیر میکنه همون سنتی الله را که الله سبحانه و تعالی به بشر میفرسته رسول را از خودشان به خاطر چی؟ بیان کردن. و من اجل ان یتخاطبوا معهم، تا اینکه با همراهی اون رسول ها چیکار کنن؟ مردم خطاب و گفتگو کردن، تا نه بیزا ملک باشه آوازش الله تعالی اجازه داد که شنویم، یعنی خودش نمیبینه چه با ناراحت میشه، اون گرفتن نمیتونن. ولی انهم لا يعرفونه، هم خیلی میشه. اما این رسول که هست لانهم يعرفونه، او را میشناسن. هم خیلی است. لو ارسل الیهم ملکا ما استطاعوا ان يتخاطبوا معه، اگر به ایشان ملک را میفرستانید قادر نمیشدن به او با همراهی او خطاب کردن، گفتگو کردن. لانه لیس من جنسهم، چرا؟ چون که وای از جنسشان نیست. و ایضا لا يقدرون على رؤیت الملک، همچنین با یک برزم این قادری دیدنی ملک نمیشدن. لانه لیس من جنسهم، بازم علتش یک چیز است، از جنسشان نیست. من رحمته سبحانه و تعالی ان ارسل الى الناس رسولا من جنسهم، این هم یکی از مهربانی الله است که به سوی مردم رسول را از جنس خودشان فرستانید. بل و من العرب، با اینکه تاکید کسای خاصی، چون که مثال گیریم یعنی با بسیار مردمی آخه عوام، بسیار مردمی جاهل مثال گیریم، عربا رو میگوید است. اكو شیخ هم برای همین یعنی که چیکار کرده؟ با عربا رو خاطر زنده کرده، بیدار کردن که یعنی که خواب آلوده خیزه شده انجام و از عرب فرستانی نگود. و من اشرب بیوت العربی نسبا، با از ما عربای هر قد کوچه نمیگو، از همه مشرفترین خانه عرب در نسب. من بني هاشم الذين هم اشرف انساب قریش، از بنی هاشم که از همه مشرفترین آبرومندترین مثلا چه نسب های قریشی ها. و قریش اشرف انساب العرب بودن، قریشی ها با از در درون عرب ها از همین نسبی با آبرومند و نیرومند بودن. فهو خيار من خيار، خلاصه یعنی که جناب پیامبر صلی الله علیه و برگزیده از برگزیده، از درون خوبان با خوبترش يعرفون و يمشنون و يعرفون الشخص و شخصیتی او را میدونستند و يعرفون النسب و نسبش میدونستند و يعرفون قبیلته. خیلی که ابو سفیان پرسید و وای راهبر چی گفته؟ میشن هم صفاتایی که گفت. و يعرفون بلده و کشورش میدونستند. ولو كانوا لا يعرفونه فكيف يصدقون، اگر میگه اگر او را نمیشناختند چه خیلی او را تصدیق میکردند. ولو كان بغیر لغتهم فكيف يفهمون كلام، اگر بغیر لغتشون میبود انگلیسی هم میبود مثلا چه خیلی او را میفهمیدن کلامش را. عزیز علیه ما عنتم، قولی الله سبحانه و تعالی قوله تعالی عزیز یعنی شاق علیه صلی الله علیه و علی آله و سلم، مشقت است بالای او، آسان نیست. ما عنتم یعنی ما یشق علیکم، اون چیزی که بالای شما مشقت میباشد. العنت معناه التعب، ولو شاء لعنتكم، میگوید که اگر میخواست الله بالاتون مشقتی میآورد برای یتیما میگوید. والمشقه و معنای مشقت است میگوید عنت. والرسول صلی الله علیه و سلم یشق علیه ما یشق علی امته، رسول صلی الله علیه و سلم را مشقت میشود اون چیزی که بالای امتش مشقت میشود. و کان لا یرید لها المشقه، برای امت مشقت رو نمیخواست.
و انما یرید لها اليسر و السهوله، برعکس برایشون آسانی و سبکی میخواست. ولذلك جاء شریعته صلی الله علیه و سلم سهله سمحه، به خاطر این است که شریعت او صلی الله علیه و آله و سلم همچون آسان و همچون یعنی بخشش و گذشت آمده است. او صلی الله علیه و سلم فرمود که بعثت بالحنیفیه سمحه، مرا مبعوث گردانید الله سبحانه و تعالی با چی؟ به دین توحید در داره. یعنی حنیفیت یعنی از تمام دینهای باطل رو گردان به دین حق مل کننده است. و یا که حنیفیت در درون او یک طبیعتا یک دین است که طبیعتی تازه هر یک کس طبیعتی تازه داشته باشد، از یعنی که او پردو چرک و مثلا چنگ و خاک و آلوده های یعنی که دیگه چیزا دیگه دینا آلودگی نداشته باشد، دیگر این دین قبول می نباشد. از سمحه یک شریعت است که در وی آسانی سبکی است. الله تعالی فرمود که قال تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله سبحانه و تعالی در دین برای شما یگون حرج را قرار نداده است. وقتی که بعد من وقتی که پیش از یعنی که وقتی که خبری ما جعل خبری نفی چی بیاد به من بیاد، اگر من زیادتی بوده برای تأکید همون نفی میشه، یگون یعنی نمودی حرج نیست. گفتن حدیث یعنی امام احمد حدیث کنه، حدیث ابی امامه الباهلی اسنادش راستگر نگاه نکردیم. و قال معناش یعنی درست اومده. قال الله سبحانه و تعالی ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله سبحانه و تعالی نمیخواهد که برای شما یگان نمود حرج را قرار دهد که این برای شما واضح باشه. فشریعته سهله تتماشى مع قدرت الناس، یعنی شریعت آسان چنان آسان تتماشى از کلمه مشی راه رفتن، تتماشا یعنی همه آهسته آهسته به قدرت مردم رفتن میره. نمیتونی مثلا راستا نماز خوندن این خیلی نیست که نماز ترک کنی، نه شستگی خون، یعنی که به قطار مردم میره، به شرط مردم بیره نره، بیره رفته قطعتون نمیره، شریک نمیشه. تتماشا و استطاعت المکلفین و چنین قدرتی همون یعنی اهل تکلیف میباشن. ولا تحملهم ما لا یطیقون، چیزی که طاقتش برداشت ندارن بارشون نمیکند. ولهذا كان النبي صلی الله علیه و سلم يحب لهم التيسير، برای خاطر این است که برای مردم برای امت دوست می‌داشت آسانی را. و ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما، هرگز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میان دو کار را اختیار داده نشد مگر اختیار میکرد آسان شد. یعنی هر دو کار خوب است، هر دو کار یعنی اجر و ثواب داد. بیند که یک تا وزمین‌تر است کمتر، یعنی همون سبکش انتخاب میکرد. برای چی وزمینش میکرد داخلش؟ نه برای من شما تنبلا. معلم یکون اثما، به شرطی که از این دو کار یکون تشین باشد گناه نباشد. اگر گناه میبود اگر هر دوش ترک میکرد، اگر یکی گناه میبود یکی ثواب میبود ثواب انتخاب میکرد به طریق اولا. و کان یحب ان یاتی بالعمل و یترک شفقه بامته، و دوست می‌داشته بود که یک کاری را انجام دهد و بعضا همون کاری خودش که سادگی را چیکار میکرد خودش دوست داشت گیره، یعنی برای شفقت و مهربانی امت شده ترکش میکرد. یترک العمل و هو یحب ان یاتی به من الاعمال الصالحه، همون اعمال صالحه خودش میخواهد کردن. من برای چی وقتی پرسیدنده برای چی خیر میگی چی میگو؟ افلا اكون عبدا شکورا، من بندی سپاسگزار شدم مگر نمیخواهم. من اجل ان لا يشق على امتی، ترک کردنش به خاطر چی است؟ احیانا به خاطر یعنی که مشقت میشه بالای امت گفته، یعنی مشقت نشود گفته. هذه من صفات، این است پیغمبرتون صفتش علیه الصلاه و السلام، انه یشق علی ما یشق علی امتی، صفتش همین بوده است که مشقت است به او هر اونچه که بالای امتش مشقت میشه. و یسر بسرورها، یسر میشه مجهول میشه، و به خرسندی امت خرسند میشد. و یفرح بفرح، بشادی امت خرسند میشد، شاد میشد. و من كانت هذه صفته فلا شك انه لا ياتي الا بالخير والرحمه صلى الله عليه وسلم. اون کسی که صفتش خیل باشد اگر یکون شک و شبهه نیست که دائم چنین کس باید خیر بیارد و مهربانی بیارد علیه الصلاه و السلام. حریص علیکم، غمخوار برای شما، ای علی هدایت یافتن شما، و اخراجکم من الظلمات الى النور، بچه با اینکه شما را از ظلمت کفر و ضلالت یعنی که بدعت به شما را به نور اسلام و به نور سنت ببرد. ولذلك كان يتحمل المشقه في دعوه الناس طلبا لهدايه، بخاطر این است که تمام مشقت‌ها را دریغ نمیکرد
وقت چیکار میکرد؟ برداشت میکرد در دعوت مردم طلبا هدایت. به خاطر چی؟ به خاطر این هدایت یافتن اونها همین طلب داشت، دیگه اون چی طلب نداشت. و اخراجهم من الظلمات الى النور، و به خاطر و یار از ظلمت ها تاریکا به نور برآورده. حتی قال الله تعالی فيه، یکی له درباره او جناب پروردگار فرمود که لعلک باخع نفسک ای مهلک نفسک الا یکونوا مؤمنین. این صفت دیدن چنان یعنی که غمخوار بود که دلش تنگ میشد که الله فرمود که شاید که تو خودت کشی هلاک کنی که ویا مؤمن نشدن. گفته این تسلی از دل برداره از خودت وای نکن. ای لعلک مهلک نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تو خودت هلاک بکنی که ایشان مؤمن نیستن. گفته من اجل الحزن علیهم، برای خاطر چی؟ بالا خوش میپرتا خودکشی میکرد؟ نه، من اجل الحزن علیهم، برای خاطر غمخواری غم و اندوهش پشتی می بود. فلا تحزن علیهم، غم نخور. و هذا من کمال نصحه صلی الله علیه و این هم یکی از کمالات نصیحت پیامبر صلی الله علیه و است که نصیحت دلخواه خیرخواهی امت. و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، الرؤوف من الرأفت گرفته و هی الرفق و لطف و مهربانی ملائمه را میگوید. رحیم وصفه بالرحمت، وصفه بالرحمت، الله تعالی او را با رحمت وصفه فعلش الله. فليس بغليظ، دغل نیست، خوپل نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای فبرحمت من الله شو شده است، یعنی به توفیل رحمت مهربانی از جانب الله، یعنی از جانب الله تو یک مهربانی داری در وجودت. لنت لهم، برایشان رفق مهربانی میکنی، ملایمی میکنی. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر تو در زبان سخت می بودی، غلیظ القلب و در قلب سخت می بودی، لانفضوا من حولك، که ها این صحابه های در گرد تو جمع شده که پراکنده می شدن، الا تفرقوا، پراکنده شده می رفتن. یعنی این سخنی ملایمی تو است، این بود درون قلبی ملایمی تو است که دیده هم زبان خیلی است که با انسان در قلب یعنی که گرگ باشه در زبان یک ملایم کنه میشه. و خیلی که مثلا انسان در دل ملایم باشه به زبان سیاست کنه که دلش رحمه، نه، هر دو باید این در زبان یعنی که ملایم رسمه در غلط میگه فاز میگه، در قلب غلیظ میگه. ها كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا لينا مع المؤمنين، خاکسار بود، ملایم بود با همراه مؤمنان. يخفض لهم جناحه، بالش برای اونها پس میکرد، پایین میکرد. پرندار دیده وقتی که اون فرزندش میخورونه، پرنده پرواز کردن میتونه، قناتش لرزونده در زمین ساخته یعنی که یک ویا کرده تواضع میکنه. انا میخل بالنسبه شما. و یستقبلهم بالبشر، بشر والمحبه والعطف والاحسان، هذا من صفاته صلی الله علیه و سلم. استقبال میگیره با چهره گشادگی، بشر و خبر خوب بشر خوب تره، با چهره گشادگی و به محبت و به مهربانی و به احسان. این از صفاتای او. یک پرابلم شخصیش میشه دیگه یک نمیکنه. ذكر الله سبحانه وتعالى 5 صفات في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حق این رسول 5 صفات ذکر کرد. الاولى انه منكم، یکم صفت نسکو از شماست. الثانیه عزیز علیه ما عنتم، دوم صفت نسکی مشقت است به او آنچه که بالای شما مشقت می باشد، که هر چیزی که شما مشقت میکشید. الثالثه حریص علیکم، غمخوار است بالای شما. سوم صفت الرابعه بالمؤمنین رؤوف، یعنی نسبت مؤمن ها چهارم صفتش دلسوز است، لطف یعنی که لطفمند است. الخامسه رحیم، یعنی مهربان است. 5 صفات من صفات هذا النبی، 5 صفت از این صفاتای این پیامبر با بسیار است. و خص بالمؤمنین بالرأفة والرحمه، و مخصوصا او را ذکر کرده شد، یعنی با خصوصی ترین مؤمن ها شد، بچه به مهربانی، به یعنی که لطف. لانه صلی الله علیه و سلم کان غلیظا علی المشرکین والمعاندین، چون که او علیه مشرکا، علیه گردن شخان چی بود؟ با درشت بود. یغضب لغضب الله سبحانه و تعالی، غضب میکرد، غضب آور میشد در هر چی که در همون چی غضب الله باشد، یعنی به خاطر غضب الله. کما قال تعالی یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم، ای پیامبر جهاد کن، زد و خورد کن به کافرها و به منافقها، و بالایشان درشت و قوپل و سخت مستحکم باش. و مأواهم جهنم،
جایگاه ایشان جهنم است و بئس المصیر، چه جایگاهی بد است. الرحمت و الرأفت خاصه بالمؤمنین، یعنی که اساسا میگه رحمت و مهربانی دلسوزی این خاص به مؤمنان، نسبت مؤمنان میباشد. و هكذا المؤمنون بعضهم مع بعض، همچنین باید که مؤمنان باید نسبت یکدیگر چنین صفاتدار باشند. محمد رسول الله، محمد رسول الله است. والذین معه اشداء، اون کسانی که همراه او هستند صحابگان و که طرفداران او هستند، اشداء علی الکفار، بالای کافران سختند و رحماء بینهم، میان یکدیگر دلسوز و مهربان هستند. هذه صفاته صلی الله علیه و سلم، این است صفاتهای او صلی الله علیه و علی آله و سلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.